100 سال پیش که اعراب به ایران حمله کردند، هرمزان سردار بزرگ ایرانی فرمانده خوزستان بود، ولی در نهایت دستگیر شد. هرمزان از خلیفه آب خواست، گفت به من یک ظرف آب بدهید. هرمزان ظرف آب رو گرفت ولی در دست نگه داشت و نخورد. خلیفه پرسید پس چرا آب رو نمیخوری؟ هرمزان گفت میترسم در هنگام خوردن آب تو مرا بکشی. خلیفه قسم یاد کرد که تو تا این آب رو تا آخر ننوشی من هرگز تو را نمیکشم. هرمزان آب رو ریخت روی زمین. خلیفه تعجب کرد و چون قسم یاد کرده بود که تا این آب رو نخوره اون رو نخواهد کشت، مجبور شد که هرمزان رو نکشه. این رسمی که هرمزان در 1400 سال قبل اجرا کرد ما هنوز اجرا میکنیم. پشت سر مسافر آب میریزیم برای عمر دوباره. برای عمر دوباره. خیلی ممنون از